قهرمانه. اون با میکروبا میجنگه و جون مریضا رو نجات میده. پدر من یه قهرمانه. اون با آتیش میجنگه، جون آدم رو نجات میده. پدر من یه قهرمانه. اون با آدم بدا میجنگه، جون ما رو نجات میده. پدر من یه قهرمانه. اون با دشمن میجنگه، جون مهن‌ها رو نجات میده. پدر من یه قهرمانه. اون با هر بار اهدای خونش جون 3 نفر رو نجات میده. پدرها همیشه قهرمان زندگی بچه‌های خود هستند. هر کدامشان با نشانه‌ای در ذهن بچه‌ها ماندگار می‌شوند. مهربانی و دوست داشتن دیگران بهترین میراث پدرانه برای فرزندان و نسل فردای ماست. روز پدر بر همه قهرمانان زندگی مبارک باد. روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران